بسم الله الرحمن الرحیم. سورة البینه، سوره بینه که است، مدنیت، سوره مدنی هست. بسم الله الرحمن الرحیم. لم یکن، نبودن، الذین، کسانی که کفر و کافر شدن، من اهل الكتاب، از اهل کتاب، و المشرکین، و مشرکان، منفکین، جدا شده، حتی تأتیهم البینه، تا وقتی که بر از اینا بیاوری دلیل بین، آشکار، واضح. رسول من الله، رسول من الله، از جانب الله هست که یتلو، تلاوت میکند، صحف مطهره، صحیفه های پاک را، فی هذه صحیفه ها کتب احکام است، قیمه، بسیار محکم و قیم. و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب، و جدا نشدن، تفرقه نکردن کسایی که برشان کتاب داده شد، الا من بعد ما جاءتهم البینه، مگر بعد از اینکه برشان دلایل واضح و آشکار آمد. و ما امروا، و یا امر کرده نشدن، الا مگر لیعبدوا الله، مگر ای که عبادت بکنن الله را، مخلصین، با بسیار اخلاص، توحید در نیت، له الدین، که دین خاص بر ازی بگردانن، حنفا، پاک باشن، و یقیم الصلاة، و اقامه نماز بکنن، و یؤتوا الزکات، و بدهن زکات را، و ذلک دین القیم، اینمی دین قایم و مثبوت است. ان الذين كفروا، یقینا کسانی که کافر شدن، من اهل الكتاب، از اهل کتاب، و المشرکین، و مشرکان، فی نار جهنم، در نار جهنم می باشند، در آتش دوزخ، خالدین فیها، برای همیشه می باشه. اولئک هم شر البریه، اینا زشترین، بدترین مخلوقات زمین هستند. ان الذين آمنوا، یقینا کسانی که ایمان آوردن و عملوا الصالحات، و اعمال صالحه کردن، اولئک، ایشان، هم خیر البریه، بهترین مخلوقات هستند. جزاؤهم، پاداش از اینا، عند ربهم، به نزد پروردگارشان، جنات و عدن، باغهای همیشگی است که جاری می باشد، تجری من تحتها الانهار، که در زیر از جویبارها جاری می باشه، خالدین فیها ابدا، همیشه در می باشند. رضی الله عنهم، الله از اینا راضی شد، و رضوا عنه، و اینا از الله راضی شدن. ذلک لمن خشی ربه، این وعده برای کسی است که توحید خشیت مراعات میکنه و از پروردگار خود میترسه.